پسر دانشجویی بود، غرق درس و زندگی خودش. پدری داشت که عاشقش بود. هر شب زنگ میزد فقط بشنوه پسرش خوبه یا نه. یه شب پدر با صدای خسته تماس گرفت و گفت بابا دلم برات تنگ شده، خوبی پسرم؟ پسر که عصبی بود گفت بابا الان وقت ندارم، خستم، و تماس رو قطع کرد. پدر آهی کشید و لبخند تلخی زد. گفت مهم نیست، فقط خدا پشت و پناهت باشه پسرم. چند روز گذشت، هیچ خبری از پدر نشد. پسر پیام مادر رو دید، بابات بستری شده، بیا. وقتی رسیده بیمارستان، پدر روی تخت بود، نفسهاش ضعیف. پسر دستشو گرفت و گفت بابا ببخش، من درگیر بودم، حواسم نبود. پدر با لبخند آروم گفت پسرم، من فقط میخواستم صداتو بشنوم. قدر کسی رو که برات دعا میکنه بدون. همه زندگیم تو بودی. و چشمهاش بسته شد. بعضی وقتها میشه مزاحمت میشه، همون کسیه که از ته دل دوستت داره. اگه پدر با مادرت کنارت هستن، الان بهشون زنگ بزن. فردا شاید دیر باشه.